تایلند، پایتختش بانکوک. تایلند یکی از کشورهای آسیای جنوب و شرقی به حساب رفته. این کشور را کشوری لبخند هم میگویند. تایلند یک کشور سیاحی است. مساحتش 513,000 کیلومتر. اهالیش 71,500,000 نفر از 76 ولایت عبارت است. همسایگانش کامبوجا، لاوس، میانمار و مالزی می باشند. تایلند با چین، ژاپن، سینگاپور، مالزی، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها روابط خوب تجارتی دارد.